مراتب تمنیات نیک خودم و جناب مولوی سید بنخشی از هیئت رهبری هزاره‌های اهل سنت و جناب آقای عطاش از هیئت رهبری هزاره‌های اسماعیلیه را خدمت یکایک شما پیشکش می‌کنم. دلیل برگزاری کنفرانس امروز این است که ما در 29 دلو فقط یک اعلام داشتیم و فراتر از اعلام نمیشد که دیدگاه ها و نظریات شورای سراسری را مطرح کنیم. و اونجا هم عرض کردم که فرصت جداگانه می طلبد تا اینکه مواضع و دیدگاه ها و نظریات شورای سراسری هزارها و اقوام افغانستان و بحث و مدارک گرفته شود. و امروز به حمدالله این زمینه میسر شده است که حدودی 15-20 دقیقه خدمت شما هستم تا برخی از مواضع و دیدگاه ها و نظریات این شورا را بیان بکنم، هم در قبال تحولات داخل افغانستان و هم در قبال منطقه و هم در قبال تحولات جهانی. چند بحث مطرح است. یک بحث استقلال افغانستان است که ما خواهان استقلال همه جانبه افغانستان هستیم و خواهان تمامیت ارضی کشور ما و خواهان حاکمیت ملی افغانستان. و این سه مقوله برای ما خیلی اهمیت دارد. ما برای استقلال قربانی ها دادیم، سختی ها تحمل کردیم و همچنان برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ما از وجب خاک این کشور باید دفاع کنیم که تمامیت ارضی به حساب می آید و از حاکمیت این کشور باید دفاع کنیم که عزت ما در بنای حاکمیت ملی هست و هم از استقلال افغانستان باید دفاع کنیم که ارزش ما بستگی به حفظ استقلال ما دارد. و موضوع دیگر بحث مداخلات کشورهای خارجی است در امور افغانستان، چه کشورهای دور و چه کشورهای نزدیک. ما عرض می‌کنیم که دیدگاه و نظریات این شورا در قبال مداخلات این است که باید مداخلات قطع شود و هیچ کشوری چه دور و چه نزدیک در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. برای اینکه ما قربانی مداخلات شدیم، مداخلات روزگار ما را سیاه کرد، مداخلات ما را به بدبختی ها کشاند، بحران های ایجاد کرد، منجر به آوارگی و شهید و مجروح و معلولی ما سرزمین شدن. ما به جد تقاضا میکنیم که در امور داخلی ما کسی مداخله نکند، چه کشورهای دور و چه کشورهای همسایه و نزدیک. چنانکه که ما هم نمیخواهیم در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کنیم و اصل کلی هم بر عدم مداخله است در همه روابط بین المللی. و موضوع دیگر بحث قطع جنگ و خونریزی است. ما به جد خواهان قطع جنگ هستیم که به حمدالله جنگ هم ختم شده است. باز اگر هم چیزهایی به گوش برسد که نشان از جنگ بدهد یا بوی باروت استشمام شود، ما قطعا می‌خواهیم که جنگ و خونریزی در افغانستان قطع شود. ما همون گونه که خواهان قطع جنگ و خونریزی هستیم، خواهان قطع مداخلات هستیم. و مسئله قطع جنگ و خونریزی به اندازه مهم است که اگر یک موقع جنگ و خونریزی
بخواهد به سراغ ما بیاید، حاضریم که برای قطع جنگ و خونریزی فتوا هم بدهیم، ولی هنوز نیاز به فتوا نیست. حالا ما مواضع سیاسی و اجتماعی شورا را که اعلام می‌کنیم، مواضع ما بر قطع جنگ و خونریزی است. پس از به قدر کافی جنگیدیم، به قدر کافی اذیت شدیم. بعد از انتخاب در پناه صلح و ثبات و نیت آرامش افغانستان برسیم. اما موضوع دیگر موضوع آزادسازی پل‌های افغانستان است. این پل‌ها مال مردم افغانستان است و اگر جناب آقای بایدن می‌خواهد بخش از این پل‌ها را اختصاص بدهد به قربانیان 11 سپتامبر، این منطقی نخواهد بود، برای اینکه عامل حمله به برج‌های دوقلو در 11 سپتامبر القاعده بوده و رهبر القاعده اسامه بن لادن بوده که او افغانستانی نیست و از غیر افغانستان گرفتار شد و به کیفرش رسید. اصلا عربی است که مردم میشناسند و مردم ما ارتباط ندارد. نمی شود که پل‌های مردم افغانستان قربانی حملات وحشیانه القاعده شود و این خلاف منطق و استدلال است که بودجه این مردمی که جهان او را مستحق می‌داند برود در کام کسانی که عاملش کسان دیگر بوده است. ما به جد تقاضا می‌کنیم که پل‌های افغانستان از حالت انجماد خارج شود و برگردد به افغانستان و مردم افغانستان تعلق بگیرد. موضوع دیگری که قابل بحث است این است که ما با ایجاد فضای اخوت و برادری همزیستی مسالمت‌آمیز را ایجاد بکنیم و ما اگر اتحاد 3 مذهب را در قالب یک قوم شکل دادیم، یعنی قوم بزرگ هزارها در قالب مذهب حنفی، جعفری و اسماعیلی، به خاطر این است که با نظام خود همکار باشیم، با نظام خود همراه باشیم، با نظام خود همدل باشیم، بازو باشیم برای نظام، تا این که بتوانیم حاکمیت ملی ایجاد کنیم، تا این که بتوانیم به تجاوزان پاسخ مناسب بدهیم. و اگر ما همدلی ایجاد نکنیم، همکاری، برادری و اخوت ایجاد نکنیم و ملت و حکومت را یک دست و یک پارچه نسازیم، به این اهداف نائل نمی آییم. و ما همیشه از دوستان امارت اسلامی هم خواستند که بیایید فضای بی‌اعتمادی که در این 20 سال کمابیش ایجاد شد، این فضا را تبدیل به فضای اعتماد و برادری کنیم که به حمدالله هر روز دیوار بی‌اعتمادی پایین تر میشه و انشاءالله روز را شاهد باشیم که دیگر اعتمادی بین مردم و بین نظام نباشد، تا ما بتوانیم در قبال کشورهای منطقه و کشورهای جهان یک بازو برای منطقه و جهان باشیم و افغانستان کشور آبرومندی در منطقه و جهان باشد. و این زمانی میشه که ما بر مشکلات داخلی خود فایق بیاییم، مشکلات ملی خود را با اراده ملی حل کنیم. مشکلات ما مشکلات یک قوم نیست، مشکلات یک طایفه نیست، مشکلات یک قشر نیست، مشکلات ملی هست. با اراده ملی حل میشه، با اراده یک صنف حل نمیشه، با اراده یک جماعت حل نمیشه، با اراده همه اقوام افغانستان و اراده همه دستاندرکاران چه در نظام و چه در خارج از نظام میشود مشکلات افغانستان حل شود. ما خواهان افغانستان آباد، مستقل و دارای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هستیم. اینا موضوعاتی هست که امروز میشه مطرح کرد. بعد انشاءالله تعالی تا این شورا حلقه رهبریش تکمیل شود و کمیسیون هایش ایجاد شود
و ما اجازه فعالیت از امارت اسلامی پیدا کنیم، اون موقع میشه مواضع بعدی رو اعلام کرد. ما از اینکه در اعلام موجودیت این شورا دوستان امارت اسلامی مجوز صادر کردن سپاسگزاریم و باز هم تقاضا میکنیم که برای ایجاد دفتر و برای ادامه فعالیت در افغانستان، برای بازو شدن برای نظام مجوز دیگر صادر کنند تا ما بتوانیم کارهای خوبی که از او بوی برادری و اخوت بیاید انجام بدهیم